بسم الله الرحمن الرحیم. اول و حمد ستایش به حساب مر الله یگانه خالق کل اشیا را و رزاق کل مخلوقات را. بعدا درود و صلوات به آخر و به آخر و ناتمام بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بر اهل و بیت یارانش و جمیع پیروان و دوستدارانش. از خاطر نبرارد که شما اینجا جمع آمدگی دوستدار و پیروی رسول خدا هستید ان شاء الله تعالی صلی الله علیه و سلم. من از خداوند تمنای آن دارم از قعر دل، از تحت دل، که خدای متعال زمین مرده را زنده گرداند به قدرت پاکش، همچنانه که صاحبان فصاحت میفرمایند به حق صنعتت در پرده خاک، به حق قدرتت بر چرخ افلاک. من از صنع خدا را بین که زمینی خاک من زنده کرد. وقتی که آسمان صاف باشه سیاره ها را به نیروی کهکشان من از چرخ افلاک چخیل با نظام نگاه می‌دارد. بعداً برادرای عزیز، خداوند خواسته باشد که همین قطعه هایی که در روی زمین آفریده همش تنج و آسوده و آرام، تنصیحت و عافیتمند، همه خلق الله را به همدیگر دوست و برادر نگهبان باشه پروردگار خواسته باشد. بعداً جمهوری ما هم در قطار جمهوری های آسیای میانه و کره زمین خدایا از این دم زیادتر تنج و آسوده و آرام، پرفیض و برکت، یک نیت نیکوی انسانی اسلامی خداوند در قلبهاشان مفکورهاشان جای بگرداند. سرور دولت خدا محبت و مهربانیش نسبتی از طفل نوزاد تا موی سفیدی برجا مانده مادرها و خواهرها محبتش زیاد بگردانه، همشان همچون فرزند حقیقی خاندان خودش نگاهی رحمت قطع نگاه کند. عدالت خداوند نصیبش کنه که سه چیز نصیبش کند: سیاست حضرت عمر رضی الله عنه، بعد عدالت انوشیروان عادل، سخاوت حاتم تای خداوند نصیبش بگردانه پروردگار. در شخصیت او کس همه خلق تاجیکستان، همه قومیت های تاجیکستان خداوند آبروی عزت اسلامی جهانی خداوند نصیب بگردانه پاک و پروردگار. یک چیز فراموش نکنید که هممون پدرمون حضرت آدم علیه السلام، مادرمون ماما حوا رضی الله عنها از یک پدر مادر شدیم. اصل جوهر ما از خاک. ازبک ها میگویند بابا رحیم مشرف اولیای مادرزاد که اصل جوهرموز اوشه ترپاغدن، همموز اوشه ترپاغدن. هیچ وقت در هیچ جا به یگان خلقیت سخت نیاید، معامله بد نکنید، مثل برادر و خواهر و پدر و مادر مناسبت کنید. خدا هم خصلت ها شما را بتیه پروردگار. من این شخصیت هایی که راهبری کردن این کار تشکیل کردن در روز بهار خرم خدا نصیب کردگی، خدایا خداوندا جوان مردشان، سخاوتشان، آدمیتشان، اسلامشان، طاعت و عبادتشان، همه نیکویاشان خدا به قله های بلند، مثل همین قله های بلند به درگاهش قبول کنه. از این ده زیادتر دولت بتیشانه خدایا دست خیر اونا را به سوی همه فقیران کشاده بگردانم. خدایا این جماعت را نگهدار از پریشانی، خدایا این جماعت را نگهدار از پریشانی، که تو قادرترینی قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، به لطفی خویش قبول از این جماعت جمله طاعت کن. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یک 4 مصرع شعر حضرت شیخ سعدی پیر معرفت میفرمایند که نمیرد آن کس پس از وی بماند به جای، پل و مسجد و خد و کاروانسرای. پل کپروک، مسجد و مدرسه، مکتب های امروزه مدرسه، علم های جهانی منفعت داره، همه را ما را می آموزانند. خط، قرآن و حدیث دیگر کتاب های علمی حاضر زمان کهنه شدگی را از نو در زیر تحریر خوب برای خوانندگان زیایان پیشنهاد میکنند. هر آن اگر همه یتیم ها را اخلا میکند، شفاخانه می اندازد،
کاروانسرای مسافرخانه می سازد. همین کارهای نیکو را برای خلق و وطنش میکند، برای همه برادران. او که مرد بعد مردش نامش زنده میمانه، نمیبره تا قیامت. دستی خیرش کشاد. انا اکنون برعکس این، هر آن کس که رفت آثار خیرش نماند، نشاید پس از مرگش الحمد خواند. همین آیات نبرارید. خدا همه تان دولت و برکت بده و دستی خیری کشاده داشته باشید. از برکت شما روح گذشتوانتان شاد، آینده تان تا روز قیامت همه کارشان آباد. آمین یا رب العالمین. مبارک باشه. خوش به حالت بوی داملا. یک برگه که سوز نه